السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم به توفیق خداوند تبارک و تعالی در خدمت شما و در سلسله درس‌های آنچه که هر مسلمان باید بداند قرار داریم. یکی دیگر از جمله مسائلی که هر مسلمان باید بداند فرضهای درونی نماز هست. ما در یک بخشی از درسمان گفتیم فرضهای خارجی یا فرضهای بیرون از نماز. اما ارکانی که ارکان یا فرضهای داخلی نماز، همان ارکان هم وقتی میگید منظور همین است، یعنی فرضهای داخلی نماز هست. اگر شما میشنوید ارکان نماز، منظور همین است، یعنی فرضهای داخلی نماز. بدون شک اگر یکی از اینها را ما ترک بکنیم که امروز بسیار از ما متاسفانه به اهمیت نمیدهیم، نمازمان درست نمیشود. اگر میخواهید نمازتان درست بشود، نمازی را بخوانید که خداوند دوست دارد و الله او را میپذیرد، پس باید به این شرایط توجه کرد. یکی از جمله فرضهای درونی نماز تکبیر تحریمه است. تکبیر تحریمه چرا میگن تکبیر تحریمه؟ چه خوب است بشناسید. به خاطر این میگن به مجرده که میگید الله اکبر دستانتان رو میبندید، همه چیز به شما حرام میشود. گپ زدن، غذا خوردن، راه رفتن، نوشیدن، نگاه های بیجا، کلی غذا براتان حرام میشود. به خاطر میگن تکبیر تحریمه. یا تعبیری دیگر، تکبیر تحریمه به معنای این که شما مثل یک حاجی که احرام بسته است، برای حاجی عمل بیجا و نامشروع نادرست است، این قضیه شما در نماز احرام دارید. تا وقتی که در نماز هستید باید اعمال نادرست در انجام ندهید. یعنی اینو میگن تکبیر تحریمه. تکبیری که در اول نماز شروع میکنید، الله اکبر میگویید و دستانتان میبندید. اگر این تکبیر ترک بشود، نماز درست نمیشود. کوشش کنید که این تکبیر درست انجام بدید. دوم قیام هست، یعنی کسانی که قدرت ایستاده شدن را دارند در نمازهای فرض، نه در غیر فرض. در نماز فرض یکی از ارکان داخلی نماز یا فرضای داخلی نماز ایستادن است، در صورتی که قدرت ایستادن را داشته باشه. اما اگر کسی قدرت و توان ایستادن را نداره، باز برای شریعت اجازه داده که نشسته نمازش بخونه. اما در غیر از نماز فرض، نماز سنت، نمازهای نفل کاملا برایتان اختیار هست. اگر بخواید میتوانید نشسته بخوانید، هیچ کدام ممانعتی ندارد. مثل که در نمازهای تراویح شما در مساجد میبینید بعضی برادرانی که ضعیفترن، اونها بنشینن و بخوانن، هیچ کدام مشکلی ندارد. حتی اگر کسی در صورت قصدن هم نماز غیر از نماز فرض نشسته میخواند، کدام نادرستی به نمازش نیست، یعنی نماز صحیح میشود. اما بهتر این است که کسی که قدرت ایستادن داره، جوان هست، ایستاده بخواند، بقیه نمازهای خودش را. احسنتر این هست. اما در فرض شرط است، یعنی فرض داخلی نماز است که باید ایستاد بشی. سوم قرائت است. قرائت خواندن به اندازه یک آیت از جمله فرائض داخلی نماز است. در عقیده اهل سنت و جماعت، امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه به این نظرن، مذهبی حنیفی ها، میگه فقرأوا ما تیسر من القرآن. هر جایی که آسان تر است از قرآن برایتان، همون اندازه در نماز بخوانید. یعنی اندازه یک آیت از جمله فرضای داخلی نماز است که باید خوانده شود. قرائت خواندن. یا به تعبیر دیگر، اگر کسی توان دارد حدی اقل 3 آیت کوتاه یا 1 آیت طویل. بعضی هستن که آیت‌های کوتاه رو یاد دارن، بعضی هستن 1 آیت طویل‌تر بلد. اندازه 3 آیت کوتاه یا 1 آیت طویل درازتر. این از جمله فرضای داخلی نماز است. و همچنان رکوع کردن به طریقه درست، متاسفانه ما بسیار مشکل داریم در این قضیه. این از جمله ارکان داخلی نماز است. الله میگه ورکعوا مع الراکعین، رکوع کنید همراه رکوع کنندگان. و همچنان سجده کردن به طریقه درست، به شکل رکوع کنید که خوب درست منظم آرام بگیرید در رکوع و تسبیحاتتان را بگید، باز پس حرکت بکنید به طوری که آرام بگیرید و بعد به سجده بروید. سجده کردن، سجده اول درست انجام میدید، بعد میشینید به جای خود، الله اکبر میگی، باز پس به سجده دوم میروید. بسیار از برادران و خواهران با این دقت نمیکنن، در حالی که اگر رکوع به سجده ایتان نادرست باشد، نمازتان صحیح نمیشود. چرا؟ این از جمله ارکان داخلی نماز است، از جمله فرضهای داخل نماز است. امر الله است، ورکعوا مع الراکعین واسجدوا مع الساجدین، فرمان خالق است. باید رکوع و سجده ایتان هم درست باشد و همچنان نشستن در قعده اخیر که در نمازهای فرض
اگر 2 رکعتی باشه در قعده اخیر، بعد از 2 رکعت. اگر نماز 4 رکعتی فرض باشه در قعده اخیر. این نشستن هم از جمله ارکان داخلی نماز است. این بود فرضهای داخلی نماز یا همان ارکان داخلی نماز که بدون این اگر انجام ندهید نمازتان صحیح نمی شود. امیدوارم که آن چیزی گفته می شود توفیق عمل عنایت بفرماید خداوند جل جلاله به همه ما و شما. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار می گیریم، همه شما رو والله پاک و بی‌نیاز می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی.